عرض کردم. بازم اخبار داغ و شفاف و مخلص شما موشکاف. عارضم به حضورتون که یکی از عوارض زهرخوری دلپیچ هست. دلپیچ هم که میگم یعنی همون دلاشوبه، یعنی قاط زدن. یعنی مثلا توی یه همایش که اسمش اهل بیته و متعلق به بیت العنکبوت عظماست، رئیس جمهور نظام میاد و یه چنین اردی میده. جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند که قدرت ما در سایه منطق ماست، قدرت ما در سایه توان مذاکره ماست، قدرت ما در سایه گفتمان جدید ماست. ما قدرت ما را در زور بازو نمی بینیم، ما قدرتمان را در سلاح و اسلحه نمی بینیم. حالا در حاشیه همین همایش کذایی، ولی فقیه همین نظام آشولاش شرکت کننده های این همایش رو دعوت میکنه و روزه‌ای براشون میخونه که 180 درجه عکس حرفای رئیس جمهور نظام بشه. رهبر انقلاب در این دیدار با اشاره به جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 تاکید کردند به خیال خودشان در این توافقی که البته تکلیف آن معلوم نیست، نه معلوم است اینجا تصویب بشود و نه معلوم است آنجا تصویب بشود، نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور، اما ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند نه نفوذ اقتصادی آمریکا را در کشور اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی و نه نفوذ فرهنگی، و با همه توان که به حمدالله این توان امروز زیاد هم هست با این نفوذ مقابله خواهیم کرد. بله، دلپیچه تو دوره پس از زهرخوری یعنی همین. از یه طرف ممجواد زخیم دوره میفته تو کشورهای منطقه که بیاید گفتگو کنیم و گل بگیم و گل بشنویم، بعد از اون طرف یه دفعه یه چنین خبری میاد رو خبرگزاری ها و باعث میشه خیلی ها فیوز بپرونن. دو روزنامه کویتی گزارش دادند انبار تسلیحات عظیمی که هفته گذشته در کویت مصادره شد از طرف رژیم ایران به داخل کویت قاچاق شده بود. این تسلیحات از طریق دریا از ایران آورده شده بودند. مظنونان افشا کردند که خط مستقیمی از ایران در تأمین تسلیحات به کویت از طریق دریا وجود دارد. از یه طرف شیخ پری میگه ما هلال شیعی نداریم، از اون طرف ولی فقیهش بازم قمپوز منطقه‌ای در میکنه و از این سوسه ها میاد. رهبر انقلاب همچنین با اشاره به تحولات منطقه تاکید کردند ما برای مردم مظلوم یمن قصه میخوریم و دعا میکنیم و هر کمکی بتوانیم به آنها میکنیم. ایشان افزودند یک کشور را دارند خراب میکنند و اهداف سیاسی را با حماقت دنبال میکنند. دلاشوبی که اولش گفتند یعنی همین. حالا یکی به بنده موشکاف بگه جریان چیه؟ چرا از یه طرف کوسه و شیخ فری با دمشون گردو میشکنن و سیگنالای جام زهری میدن و از طرف دیگه علی گداب و باندش اینجوری به زوزه کشی افتادن؟ ها؟ شما صبر کن یه دقیقه، شاید شریعت نداری با کیانش بتونه این سوال جواب بده. اصلاحات آمریکایی در ایران هدف کاخ سفید از توافق هسته‌ای. برای آمریکا و انگلیس و طیف سیاسی نشان شده غرب در ایران مذاکرات و توافق و قبیل آن بهانه است، همچنان که انتخابات بهانه بود. مذاکرات و برجام و غیره بهانه است، چنان که یکی از نشریات کم‌مایه زنجیره‌ای دیروز نوشت شکسته شدن تابوی مذاکرات با آمریکا مهمتر از خود توافق است. بله، قصه همون دوتا خط کذاییه که یکی راه حل همه بدبختی ها رو تو چسبیدن به دنب غرب میدونه و یکی تو همون خط قدیمی انقباض، اونی که تو ویان زدن تو رگ واسه کوسه و شیخ پری عسل بود و واسه علی گداب و باندش زهر حلائل. البته این وضعیت دلنگون بر کسی پوشیده نیست.
حالا همه باخبر شدن که این زهر چه پیچی تو دم و دستگاه ولایت انداخته. الإيراني يستطيع أن يزور المنطقة. وزیر تبلیغات بحرین: رژیم ایران در مورد توافقنامه اتمی با غرب و اینکه وارد مرحله جدیدی از روابط خود با کشورها می شود دم می زند، ولی کارهای این رژیم در صحنه واقعی بر روی زمین برعکس گفته های وزیر خارجه رژیم است. باید کشورهای حوزه خلیج فارس به طور روشن در مقابل این کار بایستند. اون چه که واضحه اینه که تیغ علی گدای زهر خورده و شاخ شکسته دیگه مثل گذشته نمیبره. این اولدرم بلدرماش هم دیگه خریداری نداره. پس تکلیف علی گدا روشنه. حالا میمونه کوسه و آرزواش که اونم بادکنکی بیشتر نیست. هرچی بیشتر فوت کنه ترکیتنشو جلو میندازه. آخر این دلپیچه تومار کل نظامه که به هم میپیچه.